What's up guys، چطورید بچه‌ها؟ خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. آقا امروز اومدیم فشار نخوریم، یعنی اومدیم فشار نخوریم، مجبوریم بخوریم چون این بازی واقعا فشاریه. یعنی یادتون بگم قبل از شروع لطفا کانال من رو دنبال کنید، لایک هم یادتون نره. اگر از این سبک گیم خوشتون اومد حتما تو کامنت ها بهم بگید. قراره امروز بازی آنلیاپو بریم که واقعا یعنی بازی فشاری شویه. بدم بریم سراغ گیم. Let's go. آقا اومده تو گیم، وقتش که واقعا آقا بزنیم بریم. پلی زدیم، تنظیمات در آخرین حالت ممکنش. خیلی خوب، من میکروفون رو بدم این ور زمانم. خیلی خوب، یه ذره لودینگش طول میکشه. چرا من دارم این اون ور نگاه میکنم؟ بذار یه ذره گرافیک بازی لود بشه، نگاه یه ذره کم کیفیت رو میبینی؟ کم داره لود بشه، میبینی؟ خیلی Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. نرو بالا، نرو، نمیریم. باز خوبه نمیریم. چک پوینت هم نداره، خیلی وضعش خرابه این بازی. بچه‌ها قرار فشار بخوریم، پس شلوارا رو صفر کنید، کمربندا رو صفر کنید که قرار فشار بخوریم. و یا اول چرا اینجوری شد؟ سرعتش زیاده، از این خوشم میاد. میخوام فست ران برم، البته اگه نرینم اینجاست دیگه. آره جز من برم. بریم بالا. چه آسانسور بالا بر خفنیه واقعا. اصلا ببین اول آسانسور در جهان بوده. خیلی خوب، اگه بریم بالا. نیافتی همین اول کار دست خانم. این چیه اونجا؟ خشکی زده. بفرمایید میوه خشک. بریم بالا ببینیم چه خبره. It's very hard to make a choice when you don't know where it بابا will من اینو lead. بخوام برم خدا رحم کنه بهم. یا علی زارت. ببین یه چالش میخوام برم. ببین واقعا این چالش رو من اگه رفتم شما باید لایک رو بکوبید، اگه نرفتم هم که هیچ مثلا آبر ریزی. وای ریدم. وای شانسم منو. باسن سفید داشتم به این میگم. یا کن درست نشد ولی خب بله خداوند نشون داد، گفت که بله لایک گرفتم به این سادگی هم نیست عزیزه. باید زحمت بکش. بیا بالا come on baby girl. fuck man what the fuck. آجی نزدیک بود بیافتم. ببین مثلا برو بالا. ای وای من نمیبینم. خب این خورشید زده کورم کرده. خطرناکه. ببین اصلا دست خودت هم نیست. بعد من خیلی دست به مسکی بردم خوبه. بیا برو بالا شخ برو بچه من دیگه سرتون رو به در نمیارم، یکم سکوت میکنیم. این استرس بازیش یعنی شما بیشتر برید تو جو بازی. نمیتون میگه برو بالا. پای اینو نگاه کن جان من. سیخ کبریت باشه. برو بالا. وای کور شدم. آجی نایت مرمودم داره. چرا من نکردم؟ اشکال نداره، مثل قدیمیش. کی قرار بوده من این بازی رو ویدیو کنم؟ کی قرار بوده؟ 3 hours 100,000 years later. برو بالا که قرار دوباره کور بشیم. There is something strange going on with this world, though there has always been something wrong with it. What everyone clung to, the stability, has been shaken. Maybe this is a chance for me. برو بالا. حاجی ببین بچرخ اونور پسر جان. خودتو به کشتن بدی ناموسن. ناردبان تو بازی باشه.
آها برو بر. خب این تخته که دیگه دیدیم پایین یه دونه این همه بود مثل ترامپولین. ببریم روش ببینیم میتونیم بریم اونجا. یا ابوالفضل یا خدا باشین اگه میافتادم. برو بالا اینجاش باید فست بری دیگه. ببین فهم یه پروکلی اصلا این با مثلا 10 سال من دارم این بازی. خب برو کنار اومدم فست ردش کنم. یا ابوالفضل چمدون رو هوا آخه مگه میشه اصلا خیلی منطقی. وای نیفتی که بدبخت میشه. بچه‌ها تو کامنت ها اگه نظری دارید من در مورد بازی برم حتما تو کامنت ها بنویسید. آقا دریغ نکنید بنویسید بگید مثلا چه بازی رو برم. ما میگیم چشم چرا نگیم. اینجا دیگه ببین موس رو توی طرف میندازی دیگه. If you want to go quickly, go with friends. If you want to go far, go alone. کنترل بزن. یه ذره طولانیه. شاید من کات کنم مثلا سر نمیگه ویدیو رو کاملش کنم. قطار رو هوا تا بال دیده بودی پشمات بریزی. تگزاس لامصب. From here, you have a great view of the favelas. This is where everyone lives in poverty, which is hard to get out of. This is where my whole life and the lives of my goddamn parents have been. اگه ویدیوهای این اگه لایکای این ویدیو به چقدر اصلا به 30 تا برسه به 30 تا برسه این پارت قراره 40 دقیقه باشه و این 40 دقیقه من هر جا افتاده باشم پایین پارت دومش از همونجا شروع دیگه. ببینم چیکار میکنه دست خودش ببینم چیکار نمیرسی؟ دقیقا پیچ خم نیاز نبوده آیه میزدی راست اونجا خیلی بهتر بوده آسازم به بازی. خدا که ما تو رو دوست داریم و حجمی که کامپیوتر داره پر میشه. بالاخره رسیدیم. شما به مقصد رسیدیم. ایستگاه 26. فیلم بالا چیکار میکنه؟ فیلم سوپره. الو what the fuck؟ Happiness there. Get a job in the favelas and live there. There are many like you. You have to be with them and صدا let قورت them داده down. متاسفانه. بعد صدام دیدی چقدر واضح میومد به خاطر این بود که واضح داشت از مقطعش خارج میشه. ولش کن. ما راه خودمون میریم. ما سر به کله فضولی نمیکشیم. بریم آقا بریم. یا برو یا سرپایینی ها آسونه ها ولی سربالایی سختی. و پات گیر کنه دیگه بدبخت. نرو یا خدا. بچه نگاه نکنید من دارم اینقدر خوب میرم. من پلیرم. ببین من پلیرم. To get to the new one, you first have to make a jump and get off the ground, not knowing what the future holds. آی من نخت بش صبحی صبحی بله اینجا نگاه کن. اینجا یه پرش میزنی میری اینجا. خب اینا باید حواست باشه. خب پاد گیر کنه دیگه بدبخت میشه. یا جمعش یا ابوالفضل. خب از این قطار باید بریم بالا. خیلی ایزی و راحت. ای وای از دیگه چخ برم اینجا. ببین خدا وکیلی کیو دیدی تو 8 دقیقه برسه به اینجا؟ نه جان من. بذار من خودم میرم یوتیوب اسپیدران آنلیاپ رو نگاه میکنم ببینم کی رسیده به اینجا تو 8 دقیقه. جان من یا ابوالفضل برو بالا. خب جای ذره استرسی میشه چون موارد سخت. برو بالا. My father worked here as a driller, and he always smelled of fuel oil. I was afraid of him and hoped that one day he wouldn't come back from work.
با خفه شو آخه بابا He تو drank اینجا a کار lot and میکردی often من beat my بزنم پس mother and کله me, بابا. but that's in the past. You'll never make it to کدوم the بابا top. میاد اینجا کار You'll never میکنه؟ make it. اون You بابا bastard. دیگه چیز نداشته تو Oh, تا I'm still scared of him. تو بسکتبال برو بالا برو بالا. His name is John C. برو بالا یا بال. آجی خیلی بازی سخته اصلا خیلی سخته. ببین فشار چیه ما داریم میخند. برو بالا برو بالا یا بال. کیو دیدی این حرکت رو بزنه تو گیم؟ what the fuck چرا انقدر اوج گرفت زنشو؟ برو بالا. come on baby girl. baby girl. بالا. ببین من از ویدیو قبلی یه نتیجه گرفتم. باید صدای بازی رو یه ذره یه پتی کم بکنم تا شما بازی صدا من داشته باشید. خب بله بزن بریم. کم کردم دیگه خیلی بود کم کرد خدا وکیلی خیلی کم کرد. چرا تصویر از اون ور شد؟ خب الو چیکار کردم من تو گیم؟ خب لفت چیکار کردم؟ کامرا تو فهمیدم. اوکی فهمیدم. احتمالاً الان درست شد. اوکی دستم خورده. چی شد؟ اوکی خب الان درست شد. اوکی یه ذره من حس میکنم نمیدونم TPP'م فکر میکنم یه ذره Some say that soon no one will need oil, but it is unlikely to happen sooner than in 20 to 30 years. And meanwhile, oil is still a resource that people kill for. چی میگه این برای خودش؟ نه جدا واقعا. برو بالا. یا اول فاز خیلی خطرناکه. ببین یه بک بده یه بک بده. الو برادر نخوندم یا عجیبه. نه مثل این که برم جلو. خیلی سوسکی بود. وای 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 وای. برو بالا. دارم درست میرم تا جایی که اطلاع دارم درست میرم. بگیر لبه رو خارشو. برو بچه دیگه ببخشید فشاری بشه دیگه. برو خدای اینو چجوری برم؟ وای چجوری رفتم من اینجا رو بچه ها؟ خب این هم اصولا باید بریم بالا این بعد یه دونه ریدم. برو بالا shit the game. ببین وای لبه رو بگیر. از کجا باید برم تو الان؟ نه از این بره آجی دوباره داستان داریم ها. بذاره برو عقب. بگیر جان. برو یه ذره دیگه مونده بچه تحمل کنید. بگیر لبه رو بگیر لبه رو. وای چرا باید از اینجا بخار بیاد آخه؟ آجی من بگیر. وای اولین بار دارم لگ میشم. ماجرا چیه؟ سیستم فشار نمیاد بروش. وای نه برو بچه ریدم به درد تیم ملی. آقا باید فست بریم دیگه. ببخشید دیگه باید فست بریم دیگه. باید سری رکنم خورا کمه بابا. چی خواستی ندارم مثل کانگورو میفهم.
تمام شد رفت. سختیش همینجا بود دیگه، چیز خاصی نیست. لباشو بگیر لباشو بگیر لباشو. What the hell؟ برو بچه سریع میرسونم، خودمو قول میدم سریع میرسونم وقتی تلف نشه. میشمون نزنیتون خسته نشه. ببین من به فکرتونم. یا بلفاز برید بالا، برو بالا، برو بالا، برو اینجا رو بالا. آها خیلی خوب بچه دیگه راحتی تقریبا رسیدیم. رابرت من این مسیر رو دوست ندارم. مارکوس میتونی مقطع دوم بزنی؟ نه رابرت این مسیرم شبیه شلواره. بریم آی چشمم داره میاد. آی خدا بگیر لبه رو. برو بالا. ببین من اگه این دفعه بازی رو تموم نکنم برو بالا. اشماموجی شما نکته اینجا دارم میام بدون هیچ اشتباهی. برو بالا. تا والیده بودی اینجوری یکی بپره؟ نه جان من. برو بالا، برو اینجا اینم. یا علی بگیر دست ما رو خدایا، خدایا ما رو از نعمتهای قشنگت دور نفرما. وای چرا من لگ میشم متاسفانه. نمیدونم چه مشکلی داره با من. فاک وای بابا چرا نمیپره؟ به خدا نمیپره. اینجاش خیلی سخته. خب کلم گیر میکنه. یه ذره به عقب. حالا برو. ای والله باز خوبه کاراکتر بازی کسخول نیست بگه ای من پشتم نمیتونم برم. الان رفت میبینی خیلی بچه زرنگ گلیه، خیلی بحث گلیه. به مولا که اگه زنبیل بیدی فرداش برات بیسکویت میاره. وای بابا بگیر. خب من این دفعه رو به خدا 100 دفعه شروع کامپلیت. بابا خب الان من چیکار کنم؟ به خدا الان حق بازی نیست من آلت F4 بگیرم. آلت F4 آلت F4 به خدا. ببین زدم ملا زدم. ببین من مرد زدم. بچه دمتون گرم، مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید. حتما لایک رو بزنید. بچه اگر از این سبک ویدیو خوشتون اومد حتما تو کامنت ها بهم بگید. دمتون گرم. بوس به نگاه زیباتون. خداحافظ.